Hello everyone. امروز میخوایم کتاب First Friends 2 رو تدریس کنیم. بخش اول این کتاب درباره شخصیت ها، احوال پرسی، اعداد و حروف جدید هستش. Page 4 Unit 1 Hello تیتر درس به معنای سلام کردن هستش. Hello همونطور که توی ویدیوی قبلی گفتم ما دو مدل سلام داریم، سلام رسمی و سلام غیر رسمی، های و هلو. بریم سراغ ادامه درس. تس اسم این دختر هستش. بز پد جیک ادم داداش کوچیک بز و تس. بچه پایین صفحه نگاه کنید، نوشته How are you به معنی حالت چطور هستش. I'm fine به معنی خوبم هستش که من چند تا نمونه براتون توی کانالم گذاشتم. Page 6 عددها رو میخواییم بخونیم. عددها میشه number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. number 1 عدد 1، number 2 عدد 2، number 3 عدد 3، number 4 عدد 4، number 5 عدد 5، number 6 عدد 6، number 7 عدد 7، number 8 عدد 8، number 9 عدد 9، number 10 عدد 10. page 7 صفحه 7 sit down جیک بشین جیک. hello پد stand up سلام پد وایسا. picture 2 clap پد clap دست بزن پد دست بزن. picture 3 eat بز sit down جیک این بز هست بشین جیک. picture 4 hello پد hello جیک سلام پد سلام جیک. کلمات مهم این درس stand up بلند شو، clap دست زدن، sit down بشین. page 8 صفحه 8 hello هانا nice to meet you سلام هانا از دیدنت خوشحال شدم. hello miss page سلام خانم پیج nice to meet you too منم از دیدن شما خوشحال شدم. page 9 صفحه 9 توی این صفحه ما با حروف جدید آشنا میشیم. حروف اول capital A small A بزرگ A کوچک به معنی آ ا هستش و مثالش میشه اپل سیب. capital B small B به معنی ب هستش bird پرنده.